دکتر به من گفته من چیزی به شما ندم بخوری چون ممکنه که حالتون بد بشه. پس بنابراین از دست من ناراحت نشید. باشه، به خاطر اینکه حالتون بد نشه چاره ندارم و باید که همینجور فقط غذای خودتون بخورید. به اون شکل به من نگاه نکنید. الان شما اینجا نشستی با این پای کثیف، منظورتون چیه قربان؟ توجه که میفرمایید به صحبت‌های من کاملا. ببین من خیلی خودم ناراحتم که نمیتونم به شما غذا بدم، ولی شما اینجا خودتون آب و غذای کافی دارید و باید اینها رو میل بفرمایید. بنابراین ما چیکار میکنیم؟ میایم به شما